ویدیو امروز من باید آموزتون که چطوری فقط با یک کد ضربه بتونید اینو بگیرید و با یک ضربه و جور بی‌نهایت. و بچه تو ویدیو بعدی حتما بهتون قول میدم تو ویدیو بعدی بگه یه تخت خواب لاکچری اینم براتون میسازم تو ویدیو بعدی دیگه. لیتس گو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو یعنی خب برای ساخت شما اول به نیاز به کامند بلاک دارید بچه. خب ببین بیتون صدا میده. خب ببینید میرید تو این قسمت اینجا تو این قسمت میرید اینجا میذارید اسلش گاوی فاصله اکساین پی ببخشید اکساین پی فاصله کامند بلاک ببخشید اینو که زدید به لاک. خب همینو من دستم بکنم که اسکرین شات بگیرید. خب گرفتید. حالا بگذاریم. خب وقتی که این دشمن بذارید شما به دستتون این کامند بلاک میاد. کامند بلاک تو کریتیو نکن بچه ها. این پورشنه مثلا به کیپه به یه دونه میزنه میمیره. میرید تو این قسمت. من حالا این کد بذارم. من اینو حالا نوشتمش این کامند. این واسه جون بود. داره این واسه جون بود بچه ها. من نمیدونم من قاطی کردم. من فقط یه چند سالی صبر کنید تا شما یه اسکرین شات بگیرید. اسکرین شات بگیرید بهتون بگم. خب بعد از اینکه زدید حالا دوباره یه کامند دیگه میذارید اینجا تو این بخش. من خودم اینا چون که سیوش کردم. من چون که خودم اینا سیو کردم. خب گرم تو این بخش. اینو میبینید. من دوباره صبر کنم شما اسکرین شات بگیرید. خب گرفتید. نه بچه ها اشتباه گفتم. این کامنده نبود. اشتباه ببخشید. اصلش کدوم بود این بود. خب اسکرین شات بگیرید دوباره. ببخشید. خب بعد از اینکه گرفتید حالا شما نیاز به یه دکمه دارید. میشینید